Hugh Hefner invites you to Playboy. Welcome to another behind-the-scenes episode at the Playboy Mansion. Got twins here. Hi. I think that you would be having sex with Hugh Hefner that night. No. He was doing his crazy stuff. I was just looking the other way, like on Pig Night. هیو هفنر، مؤسس و سردبیر مجله پلیبوی که تا دلتون بخواد چند تا دوست دختر داشت و همگی با هم توی عمارت پلیبوی زندگی میکردن و در کنار اون همه زیبایی که از دور زندگیش داشت، زرق و برقی که داشت، یک بعد بسیار دارک هم داره که تا بعد از مرگش کسی متوجهش نشده بود. و تو ویدیوی امروز بچه‌ها میخوام راجع به بعد تاریک زندگی هیو هفنر با هم صحبت بکنیم. Hello there. Glad you could join us this evening. I'm Hugh Hefner, editor-publisher of Playboy magazine and your host. سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از کانال داستانت بازی. من زی هستم و برای بچه‌هایی که اولین بار از این کانال دارید ویدیو تماشا می‌کنید، ما توی این کانال به هر آنچه که دارک میپردازیم. اگه این محتوا رو دوست داری بهت قول میدم که از محتوای این کانال هم خوشت میاد. امیدوارم آماده تماشای یک ویدیوی طولانی باشید. برید یه تنقلاتی، چای، قهوه، چیزی برای خودتون بیارید که قراره یک داستان خیلی دارک رو امروز براتون تعریف بکنم. Somebody told me what it was. It was a butler. He said it's Pig Night. And I said, what? Every Thursday night, Hefner had two pigs. اینا بچه‌ها باید بدونید که این ویدیو قسمت‌های مختلف زیادی داره و هر جایی که احساس کردید که اطلاعاتش رو دارید از قبل میدونید، میتونید از این قسمت زمانبندی پایین بزنید بره قسمت بعدی یا حالا هر قسمتی رو که دوست دارید اون قسمت رو تماشا بکنید. این شخص تو دهه 60 میلادی یک انقلاب برای خودش به پا کرد، مخصوصا یک انقلاب جنسی که تو ادامه ویدیو براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. اما هیو مارتین هفنر متولد 9 آپریل سال 26 از شیکاگو، ایلینوی. مادرش و پدرش گریس و گلن معلم و حسابدار بودن و اهل نبراسکا. در مادر هیو جفتشون افراد متشخصی بودن، با اصالت بودن. هیو یک برادر کوچکتر به اسم کیت هم داشت که تو سال 2016 و یک سال قبل از خودش متاسفانه فوت کرد. هیو از همون جوونیش پسر خیلی فعال و خوش ذوق بودش. البته که توی درس و مدرسه خیلی نامبر وان نبود و اصولا درسای مدرسه حوصله‌اش رو سر می‌برد و توجهی به معلم و کلاس نداشت، تا جایی که معلم به خانواده‌اش گفتش که شنوایی و IQ هیو رو چک بکنید، احتمالاً یه مشکلی داره. و خب پدر مادرم با ترس و نگرانی این کار رو کردن و متوجه شدن که نه تنها شنوایی پسرشون ایراد نداره، بلکه IQش هم از اوریج مردم معمولی بالاتره و عدد 150 IQش. Good evening, I'm Mike Wallace. The show is Night Beat. Tonight we go after Hugh Hefner. هیو قدرت تخیل خیلی بالا و خوبی داشت، همچنین خیلی قشنگ میتونست نقاشی بکشه و از 18 سالگیش برای روزنامه ارتش ایالات متحده مقاله می نوشت و جالبه بدونید که لیسانس روانشناسی هم داشتش و تو سال 49 یعنی توی 23 سالگیش با یک زن زیبا به اسم میلدرد میلی ویلیامز ازدواج کرد. ازدواجی که ثمرش 2 فرزند بود، اما متاسفانه فقط 10 سال دوام آورد. چون که میلی قبل از مراسم عروسی به هیو اعتراف میکنه که توی اون زمانی که نبوده، در جنگ جهانی دوم بوده، توی ارتش بوده، بهش خیانت کرده. خیانتی که قلب هیو رو به هزاران تیکه تقسیم میکنه. ولی انقدر میلی رو دوست داشته که ازدواجش رو کنسل نمیکنه. هرچند که دو سال 2006 و توی یک مصاحبه با ایترو عنوان میکنه که اون اعتراف وحشتناکترین لحظه زندگیش بود. که البته شاید یه جورایی هم بشه گفت که شاید نقطه عطف زندگیش هم بوده. My fiancée told me that she'd been having an affair and it devastated me. و جالبه بدونید که هیو مردی که بعدها تبدیل میشه به کسی که 7 دوست دختر در کنار هم داشته و خداوندگار چه میدونم سکسای گروهی، اورژی و اینجور چیزا بوده، بیشتر جوونیش رو اعتقاد به تک همسری داشته و فقط با همسرش میلی رابطه داشته. I lost my virginity with her
the gal that I expected to marry. اما خب ازدواج این دو نفر از یه جای کار به بعد به مشکلات جدی و اساسی میخوره و از اونجایی که خیانت چیزی نیست که به راحتی بشه فراموشش کرد و دو نفر بتونن زندگیشون رو با آرامش ادامه بدن، یه جای کار متوجه میشن که مشکلشون جدیه و همسر هیو بهش این اجازه رو میده که با افراد دیگه‌ای بخوابه که یه ذره احساس بهتری بهش دست بده و با این خیال که با این کار میتونه ازدواجش رو نگه داره در واقع این اجازه رو میده که فکر کنم بعداً خیلی بد پشیمون شده باشه از اینکه همچین اجازه‌ای به همسرش داده. Bedroom of all bedrooms. This is the iconic panty chandelier. البته که این اجازه هم نتونست زندگیشون رو در کنار هم حفظ بکنه و در سال 59 این دو نفر بعد از 10 سال از هم جدا میشن. البته که توی این ازدواج یک دختر و پسرم به دنیا میان. دختر هیو کریسی که تو سال 52 به دنیا میاد و فکر کنم یک 30 سالی رو برای مجله پلی بوی زحمت کشیده و کنار پدر بوده و پسرشون دیوید که بعد از این که پلی بوی تأسیس میشه این پسر به دنیا میاد و البته از اونجایی که دوست نداشته خیلی تو کار و کاسبی پدر دخلی داشته باشه خیلی هم اطلاعات خاصی ازش وجود نداره و به نظر میاد شاید خیلی موافق اتفاقاتی که توی زندگیشون میافتاده نبوده. حالا باید بریم سراغ سوال بزرگ که اصلا این پلی بوی چی هست این مجله و مخاطبش چه کسانی هن؟ اما قبل از اینکه این داستان رو براتون توضیح بدم باید اینو بدونید که عشق و علاقه هیو به مجله، تأسیس مجله، مقاله نوشتن و اهل قلم شدن یک مجله ای به اسم اسکوئر بوده که در زمان خودش جزء در واقع پرمحتواترین مجله اون سالها بوده و هیو از زمان نوجوانیش خیلی براش جذابیت داشته این مجله. حالا چرا؟ به خاطر اینکه بخش‌های کارتونی خیلی خلاقانه و جذابی داشته که در واقع به صورت کارتونی حالا نقاشی‌های جالب می‌کشیدن و نقاشی‌های خانم‌های بدون لباس رو می‌کشیدن. سکشن های مختلف داشته، همچین سکشنی هم داشته که برای هیو خیلی جذابیت داشته چون هم خیلی خلاقانه بوده هم خب خودش خیلی نقاشی کردن رو دوست داشته و در واقع اینجوری میشه که هیو خیلی علاقه پیدا میکنه به این فیلد کاری، به این زمینه هنری و آرزوش هم این بوده که بزرگتر بشه و بره توی این مجله کار بکنه و این اتفاق هم میفته. وقتی به سن مناسب میرسه درخواست کار کردن توی این مجله رو میده و اونا هم قبولش میکنن. یک پسر جوون خوش ذوق و قریحه که خیلی هم خوب میتونه بنویسه، خیلی هم خوب میتونه نقاشی بکشه، پس خیلی به درد مجله میخورده. و خب از سال 50 هیو وارد این مجله میشه اما در کمال ناباوری میبینه که دیگه خلاقیتی که اون سالهای قبل و توی جوونیش داشت دیگه نداره. این مجله دیگه خلاقیت نداره و پول آنچنان خوبی هم به هیو نمیدادن. حدود سال 52 هیو هفنر از این مجله میخواد که $5 ماهیانه حقوقش رو بیشتر بکنن که مجله هم قبول نمیکنه و اینجوری میشه که پیش خودش میگه من باید برم مجله خودم رو بزنم و چندین پله هم بالاتر و بهتر از این مجله عمل بکنم. البته که خب هیو آدم ثروتمندی نبوده و برای تأسیس همچین چیزی پول زیادی نیاز داشته و فقط با $600 استارت کارش رو میزنه. اما بعد میبینه که خب خیلی پول کمیه، بر همین شروع میکنه از دوستاش، فامیلش، هر کسی که اطرافش بوده و فکر میکرده که میتونه بهش پول قرض بده از اونها پول بگیره. حتی مادرش بهش $1000 پول میده با اینکه کاملا مخالف محتوای مجلش بوده که در ادامه براتون تعریف میکنم. اما برای اینکه به پسرش ایمان داشته این پول رو بهش میده. از بانک وام میگیره، میره سراغ سرمایه‌گذارای بزرگ که البته اکثرا دست رد به سینه‌اش میزنن چون نمیپسندیدن اون محتوا رو توی اون دهه، اصلا نمیپسندیدن. ولی 2-3 تا از دوستاش تقریبا میشه گفت شریکش میشن، همیشه پیششن بهش کمک میکنن که این روزنامه، این مجله پیش بره و بالاخره به اون جایی میرسه که پولی که نیاز داره رو جمع آوری میکنه و میره سراغ اصل کار. و تصمیم میگیره که اسم مجله رو بذاره استگ پارتی. اما از اونجایی که از قبل یک مجله به اسم استگ وجود داشته نمیتونه این کار رو بکنه چون که این مجله یک نامه تهدیدآمیزی براش میفرسته که اگه این کار رو بکنی ازت شکایت میکنم. بنابراین مجبور میشه که اسم رو عوض بکنه و باید خب همه محتوا رو دوباره تغییر میداده. جاهایی که اسم استگ پارتی بوده همه رو برمی داشته و یک اسم جدید میذاشته.
و یه سری اسم میاد توی ذهنش مثل تاپ هت، مثل سر، جنتلمن، ساتایر، اما هیچ کدوم به دلش نمیشینه و شریکش پیشنهاد میده که بیا اسم مجله رو بذاریم پلی بوی، اسمی که خیلی هیو هفنر خوشش میاد. و اول اکتبر سال 53 این کمپانی تأسیس میشه. And in 1953, the dream was relatively small. I just wanted to do a magazine that I believed in. هیو اعلام میکنه که اولین نسخه در ماه دسامبر منتشر خواهد شد و خب همه چیز هم آماده بوده، البته جز یه چیز، عکس روی مجله. حالا عکس روی مجله یعنی چی؟ منظور چیه؟ بیاین حالا براتون محتوای داخل این مجله رو توضیح بدم که قرار بوده چه محتوایی داشته باشه و مخاطبش کی بوده. مخاطب اصلی این مجله آقایون بودن. در واقع برای سرگرم کردن آقایون این مجله قرار بوده که نوشته بشه و بخش‌های مختلفی هم داشته، از سبک زندگی، لباس پوشیدن، ورزش، سیاست، سلامت و مهمترین محتوا عکس‌های بدون لباس خانوم‌ها. در واقع اون یه قدم بالاتری که میخواست از مجله اسکوار برداره همین بود. اگه اونجا با نقاشی عکس خانمای لخت رو میکشیدن، حالا اینجا هیو تصمیم میگیره که واقعی عکس خود این خانم‌ها رو بندازه توی مجله، چیزی که توی اون سالها خیلی تابو بود. البته که در کنار این عکس‌ها محتوای خیلی خوبی داشته، یعنی مقاله‌های خیلی سافستیکیتدی به قول خودشون، خیلی پرمحتوایی نوشته می‌شده که آقایون هم اصولا با بهانه این مقاله های خیلی خوب و نمیدونم پرمغز و پرمحتوا مجله رو میخریدن. اما همه میدونیم که دلیل اصلی خریداری شدن این مجله توسط آقایون چیزی نبود جز اون عکس های بدون لباس خانوم ها که داخل مجله قرار گرفته بود. We checked this month's issue and found 20 pictures of girls in various stages of undress. Isn't that really what you're selling? Kind of a high-class, dirty book? No, I don't think so at all. There's an important distinction here. حالا برگردیم سر داستان قبلیمون. اینکه هیو مونده بود که برای اولین نسخه باید چه عکسی بزنه روی مجله، عکس چه خانومی رو بدون لباس بذاره که خیلی بازخورد مثبتی بگیره و فروش بره، چون که خیلی اصلا مطمئن نبود که نسخه اول به دوم برسه. به خاطر همین حتی تاریخ هم دیگه نزده بود روش. البته که خیلی خوب به فروش میرسه و یه دلیل خیلی بزرگ داره. هیو و شرکاش دنبال عکس خانم‌هایی بودن که بدون لباس باشن، اما اون زمان اینترنتی وجود نداشت و اصلا خانم‌ها عکس بدون لباس نمی‌گرفتن که حالا کسی بخواد در دسترس داشته باشه یا نداشته باشه. خیلی راحت نبود پیدا کردنش و در واقع تنها جایی که میشد ازش این عکس‌ها رو پیدا کرد کمپانی‌های کلندر بوده، کمپانی‌هایی که تقویم تولید می‌کردن، چون که توی هر ماه توی هر صفحه‌شون عکس یه خانومی رو اونا می‌ذاشتن. بنابراین هیو هفنر و شرکا بعد میرفتن سراغ این کمپانی‌ها، همین کارم میکنن و کلی عکس هم دریافت میکنن، ازشون میگیرن، یه پول ناچیزی میدن، اون عکس‌ها رو میگیرن. اما هر چی هفنر میگرده توی این عکس‌ها، عکسی که چشمش رو بگیره پیدا نمیکنه و فقط چند هفته مونده بوده به اینکه اون تایمی که داده برسه و مجله رو مجبور باشه منتشر بکنه، ولی هنوز عکسی نداشته. تا اینکه یک روز که توی بار نشسته بوده، یک تیتری توی روزنامه نجاتش میده. تیتر این بوده که کمپانی کلندر شیکاگو عکس‌های مرلین مونرو رو در اختیار داره و هیو یک ایده عالی به ذهنش میزنه. چرا نرم عکس‌های مرلین مونرو رو نگیرم؟ البته که میدونسته احتمالاً باید خیلی پول بده برای اون عکس‌ها، اما شانسش رو امتحان میکنه. میره سراغ این کمپانی که عکس رو بگیره و در ازای $500 که برای اون زمان البته پول کمی نبوده، توی سال 53 عکس ها رو دریافت میکنه و از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجیده که عکس های بدون لباس از مرلین مونرو، هنرپیشه نامبر 1 اون زمان که اتفاقا تو همون سال 53 هم مرلین مونرو خیلی ترکونده بوده و معروف بوده، در دسترس داره. در پوست خودش نمی گنجیده از خوشحالی و منتظر این بوده که به شرکاش بگه و عکس العمل اونها رو ببینه. یه سوال بزرگ، چرا باید مرلین مونرو عکس بدون لباس گرفته باشه؟ داستان اینجاست که خانم مونرو توی سال 49 هنوز معروف نبوده و مشکل مالی داشته. حالا نمیدونم سر اجاره خونه‌اش یا یه مشکلی که برای ماشینش به وجود اومده بوده، نیاز به پول داشته فوری و نمیدونسته از کجا باید گیر بیاره، تا اینکه یک عکاسی بهش پیشنهاد میده که اگه بیای مدل عکس نود بشی برای من بدون لباس ازت عکس بگیرم $50 بهت میدم.
و به ناچار مرلین قبول میکنه و این عکس ها رو میندازه. ولی خب بنده خدا اصلا فکرش هم نمیکنه که قرار چند سال بعد عکساشو همه دنیا ببینن. اما به هر حال این عکس‌ها گرفته میشه و بعد این آقای عکاس میفروشه به این کمپانی عکس‌ها رو و بعد اینجوری میشه که خبرش توی روزنامه چاپ میشه و هفنر میره سراغ خریداری این عکس‌ها و امتیازش هم میخره. این پولو دارم میدم و این عکس برای منه، مالک این عکس منم و هر کاری دارم بخواد باش میکنم. پس از نظر قانونی هر کاری میتونسته بکنه. و عکس مرلین مونرو چاپ میشه روی جلد مجله و یک عکس بدون لباس داخل مجله و همین باعث میشه که نسخه اول پلی بوی بهتره کنه و همه بخرن بدون اینکه خانم زیبای مرلین مونرو روحش هم خبر داشته باشه. اما از اونجایی که از نظر قانونی هفنر مالکیت عکس‌ها رو داشته، هر کاری هم باش میتونسته بکنه و تصمیم میگیره که این کار رو بکنه بدون اهمیت دادن به اینکه چه اتفاقی از نظر روحی روانی حرفه‌ای برای اون شخص قراره بیفته. فقط به سود و منفعت خودش هفنر فکر میکرده. و خب این عکس های زیبا باعث میشن که نسخه اول 50,000 بار فروخته بشه که برای اون موقع و اون تایم خب خیلی زیاد بوده. 50,000 نسخه چیز کمی نبوده. و خب هفنر هر ماه که این مجله رو بیرون میداده از یه سری از این عکس ها استفاده میکرده و آقایون هم اون زمان براشون خیلی جذابیت داشته به خاطر اینکه محیط دهه 50-60 میلادی خیلی خفقان بوده و همیشه داستانی بوده که مردا باید برن بیرون کار بکنن، پول در بیارن و زنها هم توی خونه بچه داریشون رو میکنن و غذا میپزن و فلان. همون حالا تصوری که تقریبا همه جای دنیا همین بوده دیگه قدیم‌تر. و رابطه جنسی هم صرفا برای بچه دار شدنه و هفنر میخواد که این بحث رو عوض بکنه، این تفکر رو عوض بکنه که نه، رابطه جنسی فقط برای بچه دار شدنی، برای فان داشتنه. کی گفته که آقایون فقط باید برن کار کنن و بیان بچه تولید بکنن و نمیدونم بخوابن صبح برن دوباره سر کار؟ چرا باید اینجوری باشه؟ نه، رابطه جنسی برای فانه، برای لذت بردنه و سعی میکنه که این موضوع رو باب بکنه که البته موفق میشه. در واقع یه جورایی یک انقلاب جنسی برای خودش به وجود میاره و خب این مجله کلی طرفدار پیدا میکنه و تو دهه 70 هم که دیگه تو اوج خودش بوده که هر نسخه بیش از 5 میلیون دلار به فروش میرسیده. و هفنر تصمیم میگیره که توی سال 1971 عمارت پلی بوی رو به قیمت 1 میلیون دلار خریداری بکنه. و اینا باید بدونید که پلی بوی فقط یک مجله نبوده و کلوبای خیلی زیادی هم وجود داشته که برای آقایون بوده رسما، البته که خانوما میرفتن ولی عملا برای آقایون بوده. و بخوام خیلی خلاصه بگم کلوبا چجوری بوده، استریپ کلابی بوده که زنها توش لباساشون رو در نمی آوردن، یه سری کاستوم های خرگوش تنشون میکردن و هر کسی که میمده اونجا حالا چیزی که سفارش میداده رو براش می آوردن و سرو میکردن. که این کلوب هم خودش یک عالمه داستان داره که در قسمت های پایانی ویدیو براتون تعریف میکنم. Today it's a rehearsal room as fledgling bunnies learn their drill and practice the dip, which is their ceremonial way of serving drinks. All under the practiced eye of their boss, the bunny. ما همین جای ویدیو بدونید که این کلوبا خیلی طرفدار پیدا کرده بودن و افراد بسیار زیادی مراجعه میکردن، مخصوصا افرادی که حالا ثروتمند بودن و یه درجه‌ای مقامی چیزی داشتن توی کشور میرفتن، قسمت‌های VIP حتی گویا داشته. اما از اونجایی که خب آدم‌ها هیچ وقت جنبه آزادی رو ندارن، توی این کلوب ها کم کم داستان اینجوری شد که زنها تبدیل شدن به کالاهای جنسی و مردها رئیس زنها و یه جورایی از دهه 80 کم کم این کلوب ها دونه دونه هی بسته شدن و تا سال 86 دیگه هیچ کلوبی باقی نموند و دونه آخرش هم بسته شد. البته که با ورود رقبای جدید توی این صنعت از جمله مجله پنت هاوس، نمبر 1 موندن برای هفنر خیلی سخت شده بود و تصمیم گرفت که دیگه فقط عکس مدلای بینام و نشون رو توی مجله‌اش چاپ نکنه و بره سراغ سلبریتی ها، عکس سلبریتی ها رو روی کاور مجله چاپ بکنه و یه عکس یه ذره ناجورتر هم ازشون داخل مجله که از جمله این سلبریتی ها میشه مدانا رونامبورد، کیت ماس، جنی مککارتی، نئومی کمبل، سیندی کرافورد، درو بریمور، نانسی سیناترا و صد البته که پاملا اندرسون که 7 بار عکسش روی جلد مجله چاپ شد.
و اینایی هم که بهتون گفتم یک داستانی داره که تو ادامه ویدیو بهش میپردازیم. تو سال 1985 هفنر سکته کرد که باعث شد یه ذره به خودش بیاد، سیگار رو ترک بکنه، سعی کنه که ورزش بکنه و حتی تو سال 89 تصمیم گرفت که مجدد ازدواج بکنه و با دوست دخترش کمبرلی کانراد که 36 سال ازش کوچیک‌تر بود ازدواج کرد. ثمره این ازدواجش هم 2 پسر بود به اسمهای مارستن و کوپر که کوپر هم مثل کریستی دختر اولش، فرزند اولش، در کنارش موند و کمکش میکرد توی این صنعت موندش. و خب برای مدت کوتاهی هم این بچه‌ها توی عمارت پلیبوی به صورت خانوادگی همه با هم زندگی میکردن و اون پارتی های بزرگ و عجیب غریب و سبک زندگی و همچنین تابویی که هفنر داشت کنسل شد برای مدتی. البته که مشخصا این ازدواج هم انتهای خیلی خوبی نداشت و در سال 1998 این دوتا از هم جدا شدن. البته که به صورت رسمی اقدام نکردن و یه چیز حدود 11 سال بعد تو سال 2009 به صورت رسمی از هم جدا شدن. مشخصا هفنر بعد از اینکه از همسرش جدا شد دوباره راه قدیمی رو پیشه کرد و برگشت به سبک زندگی جوونیاش و گذشته‌اش که چند تا دوست دختر داشت، مهمونی‌های بزرگ می‌گرفت، نمیدونم مهمونی‌ها که گروهی همه کار می‌کردن و 3 از مهمترین دوست دختراش هم که خیلی براش ویژه بودن یک ریالیتی شویی به اسم The Girl Next Door بازی کردن. در واقع این شو رو ترتیب دید که راجع به خود زندگی هفنر بود و این دوست دختراش که خب خیلی برنامه جالبی برای اون زمان در نظر گرفته میشد دیگه. این برنامه 6 فصل داشت و 91 قسمت و در فصل نهایی یه چیزای شدیداً تغییر کرد نسبت به فصل‌های ابتداییش. هالی، بریجیتن و کندرا دیگه از قانونای سرسختانه که هفنر براشون به عنوان دوست دختر گذاشته بود خسته شده بودن و یه جورای دیگه داشتن بیخیال اون زندگی لاکچری می شدن و دیگه نمیخواستن در کنار هفنر باشن. و خب این شو هم دیگه تموم شد و همه مووان کردن و تو سال 2009 هم هفنر برای بار سوم با یک خانم بسیار زیبا و جوان به اسم کریستال هریس سر قرار می رفت در کنار خواهرهای دوقلو شنن. البته که به نظر می رسید یه جورایی باید عاشق کریستال شده باشه، چون فقط 1 سال بعد از اینکه با کریستال سر قرار می رفت و با هم دوست شده بودن ازش خواستگاری کرد و تو سال 2012 کریستال و هفنر با هم ازدواج کردن در حالی که 60 سال اختلاف سنی داشتن. Of traditional white for a very specific reason. I wanted to save a white dress for when I got married for real. One day. موقع ازدواجشون کریستال 26 ساله بودش و هفنر 86 ساله. و نگم براتون از کلی فیلم و مستند و نمیدونم سریال و انواع و اقسام ریالیتی شو و چیزهای مختلف که راجع به پلیبوی و این عمارت پلیبوی ساخته میشد توی اون سالها که مستندش هم اتفاقا خیلی سر و صدا به پا کردش. اما از اونجایی که هر بالا رفتن و افولی یک سقوطی هم داره، از دهه 90 میلادی به بعد مجله هیو هفنر دیگه آنچنان نامبر 1 نبود، تاپ نبود، خیلی دیگه تو چشم مردم نبود، به خاطر اینکه خب تو سال 99 اصلا اینترنت اومد بیرون و مردم میتونستن به صورت رایگان دیگه فیلم های بزرگسالان رو تماشا بکنن و دیگه نیازی به 4 تا دونه عکس توی مجله نداشتن. ناگفتم نبوند که یه 30 سالی کارای پلیبوی مدیریتش با دخترش کریستی بود که خیلی ها میگفتن چون که کریستی داشته مدیریت میکرده نتونسته درست از پس کار بر بیاد و به خاطر همین هی داره هر روز وضع پلیبوی خرابتر میشه. اما بخوایم منصف باشیم خیلی ربطی به کریستی نداشت و بیشتر ربط به این داشت که دنیا تغییر کرده بود. اما هیو هفنر کسی نبود که بخواد به این راحتی خودشو بازنشسته بکنه و عملاً تا لحظه‌ای که زنده بود همه چیزو سر پا نگه داشته بود. اما در سال 2016 که 90 سالش شده بود و متاسفانه برادرش رو هم از دست داد، دیگه یه جورایی خودش هم میدونست که آخرای کاره و عمارت پلیبوی رو به مبلغ 100 میلیون دلار فروخت و در 27 سپتامبر سال 2017 در آرامش و در کنار دوستاش در سن 91 سالگی فوت کرد. و خب تا اینجای ویدیو رو دیدید، تازه اینجا دستگرمی بود، یه ذره گرم شدیم.
داستان زندگی هیو هفنر تازه از اینجا شروع میشه. بدون برای خودتون یه نوشیدنی، تنقلاتی، یه چیزی بردارید بیارید که تازه الان میخوام جاهای جالب زندگیش و البته ناراحت کننده رو براتون تعریف بکنم. چون که چیزایی که تا اینجا کار براتون تعریف کردم ظاهر قضیه بوده. حقیقت پشت پلی بوی و امارت پلی بوی و هیو هفنر چیز دیگه ایه و از اینجا داستان دارک میشه. اول از همه باید اینو بهتون بگم که اطلاعاتی که زمان مرگ هیو هفنر به خورد مردم دادن که در آرامش کامل و با نچرال کاز دلیل مرگش مرگ طبیعی و در کنار دوستاش فوت کرد چیز جز دروغ نبود. برای اینکه همسر سومش کریستال عنوان کرد که مرگ هیو هفنر در واقع در اثر عفونت در خون بوده، یک باکتری که وارد بدنش شده بوده و بعد وارد خونش شده بوده و در واقع از عفونت بوده که فوت کرده و اصلا هم دوست و آشناها و کسایی که دوستش داشتن دور و برش نبودن. فقط کریستال پیشش بوده که اونم خب یه جورایی در واقع میدونید دوستش نداشته هیچ وقت هفنر رو و صرفا به خاطر ثروتش گویا پیشش بوده. People weren't very truthful. What did he die of? He died of an E. coli bacteria that was highly resistant to pretty much all antibiotics except for one, and that one didn't work. Why do you think that statement was put out like that? I'm not sure, because a bacterial infection isn't a natural cause. و آخرین جمله هم که هیو به کریستال میگه اینه که I'm okay. و بعدم فوت میکنه. I tried to just go take a walk, but when I got to the end of the security area, I heard him on the speakerphone. He had called down and basically told them if I try and leave not to let me. حالا بریم سراغ مسائل جدی و بلاهایی که سر دوست دخترای هفنر و دخترای دیگه می اومده توی اون امارت. هفنر به دخترایی که براش کار میکردن میگفته بانی. اگرم دقت کرده باشید کلا لوگوش عکس خرگوشه و به اون دختران میگفته خرگوش و کاستوم های برشون تهیه میکرده که لباس خرگوش بوده و حالا چرا باید به اینا بگه بانی؟ تو قسمت آخر ویدیو دلیلش رو براتون میگم. بعد از اینکه هیو هفنر یکم دیگه سنش میره بالاتر، سن اون دوست دختراش میره بالاتر، متوجه میشن که دارن چه بلایی سر زندگی خودشون میارن، دونه دونه سعی میکنن خودشون رو از هفنر جدا بکنن، از اون امارت میان بیرون و حالا دونه دونه افشا سازی میکنن. Did you think that you would be having sex with Hugh Hefner that night? No. و بزرگترین افشا سازی هم دوست دختر نامبر وانش که 8 سال در کنارش بوده میکنه، هالی مدیسون. این خانم کلی مصاحبه‌های مختلف انجام میده، کتاب مینویسه و کلی راجع به این قضیه حرف میزنه. و یادم زمانی که من سنم کمتر بود خب این ریالیتی شوش پخش میشد و راجع به این موضوع خیلی صحبت میشد. منم اون زمان ایران زندگی نمی‌کردم، برای همین میشنیدم این اتفاقات رو، این حرفا رو راجع به پلی بوی و یادمه که خیلی راجع به این دخترها حرف زده میشد، راجع به دوست دخترش خیلی صحبت میشد و خیلی کلی مثلا حاشیه داشت اون زمان و یه جورایی برای خودش حالت ترند داشتش. I've been dating for 3.5 years. I was intimidated by Hef when I first met him. He seemed really imposing and scary. After Hef's my first date, I moved in 2 days later. I guess you could say we're made for each other. همین دختری که الان گفت ما برای همدیگه ساخته شدیم تو سال 2016 که دیگه هفنر خیلی اوضاع خوبی نداشت و 1 سال بعدم فوت کرد، یک کتابی چاپ کرد و یه سری افشا سازی کرد. اسم این کتاب خاطرات وگاس بودش و راجع به زندگی در کنار هفنر و داخل امارت و اینجور چیزا بودش و عنوان کرده بود که با اینکه هفنر 100 تا دوست دختر داشته اما هالی فقط اجازه داشته که 4 تا موضوع رو راجع به دوست دختراش بدونه: اسمشون، سنشون، اینکه حدوداً اهل کجان و اینکه چقدر از قوانینی که هفنر براشون میذاره تبعیت میکنن. هالی و هفنر از سال 2001 تا سال 2008 با هم بودن و خب عملاً تمام دخترای جوون حسرت هالی رو میخوردن چون که کنار یک مرد ثروتمند بود، داخل امارت پلی بوی زندگی میکرد، ریالیتی شو داشت و خب حسابی هم جذابیت بصری داشت. اما هالی تو کتاب Down the Rabbit Hole که سال 2015 منتشرش کرد نوشته که تصور مردم کاملا غلطه چون اون امارت در واقع من رو زندانی کرده بود و من بدون اینکه بدونم زندانی هفنر و اون امارت بودم. So was he a control freak? Tell us about the rules of the house. There were a lot of rules. You know, I didn't necessarily know exactly what I was getting into when I moved in as far as all the rules. I knew there was a 9 o'clock curfew, but I soon found out you also weren't really allowed to fraternize with the staff too much or he'd get jealous.
I was asked to quit my waitressing job not long after I moved in, which it was just a waitressing job, but I feel like that was a big mistake for me because it was me kind of giving up the last of my independence. ادعاهایی که این بانی ها کردن اینه که هیچ وقت رابطه عاشقانه و عاطفی خاصی بین هیچ کدوم از این دخترها با هفنر نبوده و هفنر اصلا تلاشی هم برای این کار نمی‌کرده و صرفاً بدن سنگینش رو مینداخته رو اون دخترها تا کارشو بکنه و تموم. در واقع یه جورایی ارزشی برای این دخترها قائل نبوده. و حالی ادعا کرده توی کتابش که انقدر سریع کل رابطه تموم می شده که حتی الان نمیتونه به یاد بیاره که اون زمان چه حسی بهش دست میداده تا بخواد حسی بهش دست بده که خوشحال، ناراحت، عصبانی، دوست داره نداره، همه چی تموم شده بوده. حالی ادعا کرده که هفنر دوست دختراشو که توی یک برهه زمانی 7 تا دوست دختر با هم داشته و همشون با هم توی عمارت زندگی میکردن مجبور میکرده که لانژره های شکل هم بپوشن و عملا چهره هاشون مثل هم بوده، کل استایل و همه چیزشون، و باید با هم دیگه هم حالا رابطه جنسی برقرار میکردن، در حالی که هفنر تماشاشون میکرده، مشروب میخورده، مواد میزده و خود ارضایی میکرده. و خب مشخصا نگاه هفنر به این دختری زیبا یک نوع نگاه مالکیتی بوده و لذت میبرده از اینکه انقدر قدرتمنده که این دخترها برای اینکه توجه هفنر رو جلب بکنن با همدیگه میجنگن، به همدیگه حسادت میکنن و یه جورایی لذت میبرده از این قضیه. من یادم اون زمانها صحبت این خیلی بودش که این دخترها همش با هم درگیرن سر اینکه اسمشون بره روی عکسشون بره روی مجله، راجبشون هیو هفنر صحبت بکنه. بعد مثلا واسه هر ماه مثلا میزد میس جانیوری، میس نمیدونم فبروری، اسمشونو و اون ماه رو میزد که این ماه که مجله منتشر میشه که مثلا ماه ژانویه است، حالا دختر ماه ژانویه کیه، و همه همیشه میجنگیدن سر این داستان که توی چشم هفنر بهترینه باشن. البته که حالا بعدن همشون اومدن اسم افشا سازی کردن و گفتن چقدر اوضاع بد بوده و ناراضی بودن، اما به هر حال اون زمان یادمه که خیلی اینجوری به گوش میرسید که همش با هم درگیرن و یه جورایی انگار مثلا خیلی عاشق اینن که توی اون عمارتن. حالی هم اعتراف کرده که حسادت زیادی بین دخترها همیشه بوده توی اون عمارت، در واقع احساس درجه یکی که همه داشتن همین حس حسادتشون بوده. و زمانی که حالی اسمش میشه دوست دختر نامبر 1 هفنر، اوضاع بدتر هم میشه. البته نه برای حالی، برای بقیه دخترها که حالا باید با همدیگه میجنگیدن برای اینکه توجه حالی رو هم به خودشون جلب بکنن و همیشه براش کلی کادو میگرفتن، بهش عشق میورزیدن که حالی این دختره رو دوست داشته باشه، که از اون طرف اینا بیشتر تو چشم هفنر برن و حالا نظر مادیات بهشون رسیدگی بهتری بشه. و تصور بکنید که خود حالی چقدر زحمت کشیده که به اون تایتل مثلا نامبر 1 برسه که دوست دختر ویژه و مخصوص هفنر باشه، که گویا تنها دوست دختری هم بوده که توی اتاق خواب شخصی هفنر زندگی میکرده و همیشه کنارش بوده. Were there drugs also involved? Well, he offered me Quaaludes the first night out, and I thought it was really bizarre. I barely knew what a Quaalude was. You know, no young girl did in 2001. You quoted him as saying something in the book. حالی توی کتابش ادعا کرده که کنار اومدن با هفنر اصلا کار آسونی نبوده، چون که هفنر به هر چیزی که میخواسته، به هر روشی که میخواسته میرسیده، از جمله چیزخور کردن دخترها. Yeah, he said in the 70s they used to call them thigh openers, and I thought, well, this is really bizarre. And over the years I saw him offer them to girls every night we would go out. و گویا توی اولین قراری که حالی با هفنر داشته یه جورایی ملزم بوده که باید باهاش هم بخوابه، و به خاطر همین هفنر یک ماده، یک قرص حالت آرام بخشی رو بهش تعارف کرده به اسم کویلود که باید این دارو رو مصرف میکرده و عنوان کرده که این دارو خیلی خوبه و اگه بخوری خیلی راحت مثلا میتونی با من رابطه داشته باشی، و عنوان کرده که توی دهه 70 ما به این دارو میگفتیم تای اوپنر، به معنای اینکه کسی که مثلا راحت حالا حاضر میشه که رابطه داشته باشه. البته که حالی تنها دوست دختری نبوده که افشا سازی کرده راجع به هیو هفنر، و یکی دیگه از دوست دختراش ایزابلا سینت جیمز هم راجع به این قضیه صحبت کرده و یک کتابی نوشته به اسم بانی تیلز.
پشت درهای بسته عمارت پلیبوی. این خانم هم ادعاهایی مثل ادعاهای هایلی داره، همین که قرص بهش داده می شده و هفنر هم همون حرفایی رو زده که به هایلی زده که اگه اینو بخوری آروم میشی، راحت‌تر میتونی با من بخوابی. که خب همین ثابت میکنه برای هفنر سلامت این دخترها واقعا اهمیتی نداشته و به راحتی بهشون قرص و مواد تعارف میکرده که از حالت طبیعی خارج بشن. دخترام یه جورایی میدونستن که خیلی انتخابی ندارن و باید این قرص رو بخورن. برگردیم دوباره به هایلی تو سال 2008 متهم شد که با کریس انجل به هفنر خیانت کرده و با اون وارد رابطه شده. برای بچه‌هایی که کریس انجل رو نمیشناسن، این شخص هم واسه خودش خیلی مطرح بود اون زمان. میوزیشن، یه حالت شعبده باز داشت که کار خیلی جالبی میکرد و اون زمان برای خودشون هم حالت سلبریتی پیدا کرده بود. و خب بعد از اینکه این اتهامات به هایلی زده میشه، اینجاست که دیگه تصمیم میگیره هر جوری که شده از عمارت بیاد بیرون. ولی هفنر بهش این اجازه رو نمیداده و حتی بهش $3 میلیون هم پیشنهاد داده که پیشش بمونه که هایلی نپذیرفته، چون گویا زندگی توی اون عمارت دیگه انقدر سخت شده بوده که حتی یک لحظه هم تحملشو نداشته که بمونه و تحمل بکنه. و عنوان کرده که اگه فقط یک ذره پاشون رو کج میذاشتن و یک کدوم از اون کلی قانون هفنر رو زیر پاشون میذاشتن، با کلی توهین و تحقیر لهشون میکرده. که حتی هایلی مثال هم زده برای این قضیه و گفته که انقدر که همه دخترها شبیه هم بودیم که یه روز تصمیم میگیره که موهاش رو کوتاه بکنه و رژ لب قرمز بزنه که گویا جزء قوانین هفنر بوده که در ادامه براتون بخش قوانین رو میذارم. تصمیم میگیره این کار رو بکنه و با خشم هفنر روبرو میشه. With short hair and he flipped out on me and he was screaming at me and said it made me look old, hard and cheap. سرش داد میزنه و میگه که you look old, hard, cheap که شبیه این دخترای پیر و سرسخت و بی کلاس شدی. و گویا انقدر هایلی از این حرفایی که از دهن هفنر بیرون میاد ناراحت میشه و حالش بد میشه که حتی تصمیم میگیره که بره خودش رو در واقع غرق بکنه، جون خودش رو بگیره، که همین نشون میده چقدر این آدم کنترل داشته روی این دخترها. حالا باید بریم سراغ یکی دیگه از دوست دختر هیو هفنر، کندرا، که زمانی با هیو هفنر آشنا میشه و وارد رابطه میشه که فقط 18 سالش بوده، در حالی که هیو 78 سالش بوده. و کندرا اعلام کرده که یه روزی که داخل لیموزین بودن و داشتن میرفتن به یک مراسم امضای کتاب، خیلی اوضاع خوبی نداشته و هیو بهش میگه که چیه مشکل، چیه، چه اتفاقی افتاده و کندرا میگه که اصلا احساس خوبی ندارم نسبت به خودم، همه دخترها، همه دوست دخترات خیلی خوشگل و دوست داشتنی و فلانن، ولی من احساس میکنم یه ذره چاقم و ابراز ناراحتی میکنه به هیو. و هیو هم به عنوان دوست پسر به جای اینکه بگه نه عزیزم خیلی خوشگله این حرفا چیه، میگه که خب آره یه ذره چاق شدی، شاید بهتر باشه یه ذره ورزش بکنی بری باشگاه. که گویا این جمله، این جملات، این حرفی که هیو بهش زده خیلی ناراحتش کرده و از اونجایی که این دخترام خیلی تحت تاثیر هیو بودن و خیلی براشون مهم بوده که چه فکری راجبشون میکنه، به شدت آسیب روحی بهش وارد شده. کندرا هم مثل بقیه این دوست دخترها یک کتابی منتشر کرده به اسم بینگ کندرا و عنوان کرده که من فقط با کلی مشروب و مواد میتونستم اون شبهای وحشتناک رو پشت سر بذارم، که گویا فقط 1 دقیقه زمان میبرده و همه چیز تموم میشده، ولی این حس همیشه به کندرا دست میداده که داره یک شغلی رو انجام میده و در واقع دوست دختر این آدم نیستش و داره براش کار میکنه. و البته توی تمام این دوست دختراش که بازم در ادامه براتون تعریف میکنم، فقط یه نفره که هیچ بدگویی از هفنر نکرده و سرش رو انداخته پایین و داره با همسرش زندگی میکنه و همسرش هم اتفاقا سر صحنه فیلمبرداری همین ریالیتی شویی که بازی میکردن باهاش آشنا شد و با هم ازدواج کردن و در واقع زمانی که دوست دختر هفنر بود با این آدم آشنا شد و بعدم ازدواج کردن با هم. این تنها شخصیه که هیچ حرف بعدی راجع به هیو هفنر نزده. حالا وقتشه که اول بریم سراغ قوانین سرسختانه‌ای که هیو هفنر برای این دخترها میذاشته و بعد افشاسازی‌های دیگه و بعد بریم سراغ پیگ نایت، مهمونی‌های وحشتناک پیگ نایت. هیچکی با هیچکی رفیق جونجونی نمیشه و حال و احوال پرسی نمیکنه. هیچکس رنگ موهاشو قهوه‌ای نمیکنه. هیچکس رژ لب قرمز نمیزنه. همه سر ساعت 9 داخل عمارتن و کلی قانون دیگه.
دوست دختر هیو هفنر همگی به صورت رایگان توی اون عمارت زندگی میکردن و حتی حقوق هفتگی هم میگرفتن، اما هیچ کدوم در واقع زندگی آزادانه نداشتن و یه جورایی زندانی اون عمارت بودن. یکی از قوانین خیلی جدی هفنر خاموشی ساعت 9 شب بوده که هر دختری هر جایی که بوده باید رأس ساعت 9 توی عمارت می بوده و حق نداشته که توی تاریکی شب بدون هفنر بره پارتی کنه و بیرون باشه و بهش خوش بگذره. ایزابلا سنت جونز که گفتم یکی از دوست دخترای هفنر بوده، به فاکس نیوز گفته که ما باید تا ساعت 9 خونه می بودیم چون هف اصلا دوست نداشت که بدون اون بهمون خوش بگذره و من فکر میکنم یکم میترسید از این که نکنه ماها بهش خیانت بکنیم. یکی دیگه از دوست دختراش بچه‌ها جنا بنتلی تو سال 2021 توی یک مصاحبه با جیم پرس اعلام کرد که ما زندانی زندان نبودیم، اما اگه ساعت 9 شب میشد و نمیرسیدیم به خونه باید روی چمنا میخوابیدیم. یکی دیگه از قوانین خیلی جدی و سرسختانه هیو هفنر که گویا همه دخترها رو اذیت میکرده مشارکت کردن توی سکس های گروهی هفتگی بوده که خب یه سری از دخترها جرأت پیدا کردن و توی سالهای پایانی دیگه عمر هیو هفنر افشا سازی کردن و راجع به این شبها که همگی باید با هم می بودن صحبت کردن. هالی مدیسون یکی از این دخترهاست که توصیف کرده اون شبها چجوری بوده. تو سال 2015 توی یک مصاحبه با نیوز فید عنوان کرد که چهارشنبه ها و جمعه ها این گرد همایی های گروهی اتفاق می افتاده و همیشه هم همه چیز تکراری بوده چون هف اینجوری دوست داشته و همه دخترها باید مشارکت فعال می داشتن توی این سکس گروهی اگه که دوست داشتن اونجا بمونن. و توی یکی از قسمت‌های برنامه A&E Secrets of Playboy الیزابت راجع به اون شب‌ها حرف زده و توصیفشون کرده. Girls all shower, take a bath, and people sit on this bed and he would smoke and girls would pop up champagne bottles and order food. زوی گریگوری هم ادعا کرده که قبل از اینکه هفنر اون شب رو شروع بکنه قرص ویاگرا میخورده برای اینکه بتونه برای هر هفته دوست دخترش وقت بگذاره و در واقع اصل رابطه با هر کدومشون فقط 1 دقیقه اتفاق میافتاده. 1 دقیقه با هر دختر بوده و خب عملاً کاری به لذت بردن این دخترها نداشته و فقط لذت خودش براش اهمیت داشته. هفنر به دوست دختراش هفتگی هم پول میداده اما خیلی محترمانه این کار رو نمی کرده و الیزابت تو کتابش گفته که لحظه حقوق گرفتنشون خیلی برای همشون ناراحت کننده بوده چون که باید میرفتن به اتاق هیو صبر میکردن تا هیو دستشویی سگش رو از روی زمین جمع بکنه و بعد ازش درخواست پول هفتگیشون رو میکردن و همشون عملاً از اون لحظه متنفر بودن، مخصوصا چون که هف از هر بهونه‌ای استفاده میکرده که پول رو بهشون نده و همیشه شکایت میکرده که این هفته دختر خوبی نبودی، همکاریت کم بوده، فعالیت جنسی خوبی نداشتی و همچنین اگه توی یکی از این شب‌هایی که همگی با هم بیرون میرفتن به هر دلیلی یک کدوم از این دخترها مشارکت نمیکردن پول اون هفته رو بهش نمیداده. یکی دیگه از قوانین سرسختانه هیو هفنر رنگ موی دوست دختراش بوده. گویا از رنگ قهوه‌ای متنفر بوده و همه باید بلوند می بودن و اگرم دقت کرده باشید توی عکسایی که ازشون وجود داره همیشه دوست دختراش خیلی به هم شباهت دارن. همشون موهای بلوندی دارن که بلند تقریبا موهاشون و رژ لباشون هم هر رنگی از جز قرمز. و هالی مدیسون توی یکی از مصاحبه‌اش تو سال 2021 تاکید کرده که باید حتما موهاشون بلوند می بوده و حتما باید لباس‌های درست حسابی و گرون قیمت می پوشیدن و هیو هفته‌ای $1000 بهشون میداده فقط برای لباساشون. و حالی توی کتابش گفته که به شدت موی بلند براش اهمیت داشته و اگه میدیده که یکی از دخترها موهاشون رو کوتاه کردن حسابی عکس‌العمل بدی نشون میداده که قبلتر بهتون گفتم یک روزی حالی این کار رو میکنه و حسابی توهین و تحقیر میشه و تا مرز گرفتن جون خودش هم پیش میره. یکی دیگه از قوانین خیلی مهم هفنر این بوده که تمام دوست دختراش باید به صورت 100% بهش وفادار میموندن و حتی حق نداشتن با کارکنان داخل خونه خیلی احوال پرسی و گپ و گفتگو داشته باشن. و جالبه این که خودش میتونسته با هر چند تا دختری که میخواد باشه اما هیچ کدوم از این دخترها حق نداشتن با هیچ مرد دیگه ای باشن. و جنی بنتلی عنوان کرده که رابطه با مرد دیگه ای داشتن که هیچ، حتی اگه این دخترها با مرد دیگه ای صحبت هم میکردن هیو از عمارت پرتشون میکرده بیرون.
یکی دیگه از این قوانین این بوده که هیچ کدوم از دخترها حق داشتن آپارتمان مستقل برای خودشون رو نداشتن و در واقع نباید هیچ چیز مستقلی رو تهیه می‌کردن و همه چیزشون باید تحت نظارت هیو هفنر می بوده و باید توی همون عمارت میموندن. البته هالی عنوان کرده که یه سری از این دخترها یواشکی برای خودشون آپارتمان داشتن، اما اگه هیو میفهمیده حتما بیرونشون میکرده. اینا باید بدونید که عمارت پلی بوی 29 تا اتاق داشته و قاعدتا کلی خدم و حشم. اما هیچ کدوم از این دوست دخترها حق این رو نداشتن که با این خدمه احوال پرسی بکنن و بیش از حد نرمال صحبت بکنن که اگه این اتفاق می افتاده هیو به شدت عصبانی می شده. هالی تو کتابش نوشته که اگه هفنر میدید هر کدوم ما کلامی با این خدمه حرف زدیم به صورت وحشتناکی عصبانی می شد و دلیل این کارش هم به خاطر اینه که شایعه شده بوده همسر سابق هف با یکی از خدمه خوابیده بوده و به خاطر همین هفنر همیشه ترس اینو داشته که نکنه یک کدوم از این دوست دخترهاش کاری رو که همسر سابقش انجام داده انجام بدن. یکی دیگه از قوانین این بوده که دخترها حق نداشتن از مواد مخدر استفاده بکنن، البته زمانی که هیو پیششون نبوده گویا، چون خود هیو بهشون میداده، اما براشون ممنوع بوده که جایی بخوان از موادی استفاده بکنن. البته که بعدتر توی افشاسازی‌هایی که اتفاق افتاد عنوان شد که این قانون چرت و پرت بوده، چون که مواد توی اون خونه خیلی زیاد وجود داشته، انواع اقسام قرص ها وجود داشته، حتی این پودر سفید رنگی که نمیشه توی یوتیوب اسمشو آورد حتی اونم وجود داشته. هفنر استفاده می‌کرده، مقدارش هم اتفاقا انقدر زیاد بوده که حتی سگا هم دیگه معتاد شده بودن، انقدر که میریخته مثلا رو زمین و این ور اون ور اونام می‌خوردن، حتی اونام اعتیاد پیدا کرده بودن. اما به هر حال جز یکی از قوانین این رو گفتن که احتمالاً با عقلم جور در نمیاد قطعاً استفاده از مواد داشتن. Another thing that reminds me of a cult is how it was so easy to get isolated from the outside world there. You had a 9 o'clock curfew. You were encouraged to not have friends over. You weren't really allowed to leave unless it was like a family holiday. یکی دیگه از قوانین سرسختانه هف این بوده که همه دخترها باید برای کریسمس پیش هف می بودن، داخل عمارت می بودن. البته که بهشون اجازه میداده که خانواده هاشون رو برن ببینن، اما باید خیلی سریع میرفتن، سر میزدن برمیگشتن و حتما باید تعطیلات کریسمس رو همگی با هم توی عمارت میگذروندن و کسی حق نداشته که بره پیش خانواده‌اش. البته که این قانون تنها قانونی بوده که همه دخترها خیلی ازش استقبال میکردن، برای اینکه هفنر شب‌های کریسمس به شدت بخشنده می‌شده، کادوهای بسیار گران قیمتی به دوست دختراش میداده، کلی کادو بهشون میداده و همشون لذت می‌بردن از اون همه کادوی گران قیمتی که دریافت می‌کردن. آخرین قانونم که بهتون قبل‌تر گفتم عدم استفاده از رژ لب قرمز. حالا دوباره برگردیم سر ادعاهای دوست دختراش. یکی دیگه از دوست دختراش به اسم جیل ان توی کتابش عنوان کرده که هیچ پروتکشن و تستی وجود نداشته، چون که هفنر از پروتکشن خوشش نمی اومده و دلیلی هم نمیدیده که خودش تستی بده و ممکن بوده هر لحظه ناقل بیماری باشه، اما خب حاضر نبوده این کار رو بکنه. این خانم بانی خیلی هم با جزئیات توصیف کرده که شب‌هایی که حالا رابطه قرار بوده داشته باشن چجوری میگذشته، که من اجازه میدم که خودتون تصور بکنید. فقط بخوام یک چیز خیلی کوچولو خلاصش رو بگم این بوده که قطعاً ویاگرا مصرف میکرده هفنر و هفنر با هر دختری بوده، بقیه مثلا 6 تای بقیه باید تشویق میکردن هفنر رو که مثلا آفرین انجام بده، افر دادی و دوست داشته که تماشاچی داشته باشه، ولی خب کاملا جزئیات گفته. و جالبه تصور آدم اینه که وقتی کسی عمارت داره و کلی خدم و حشم، پس گوشه گوشه این عمارت باید برق بزنه از تمیزی، اما گویا این عمارت اصلا تمیز نبوده و ایزابلا سین جونز اعلام کرده که نه تنها تمیز نبوده بلکه ملافه ها، بالش، وسایل داخل اتاق همه انقدر قدیمی و کثیف و لکه لکه بوده که یه جورایی چندشش می شده که روی اون تخت بخوابه. و از اونجایی که کلی هم همه دخترها حیوان خونگی داشتن و یه سری از این سگام داخل خونه دستشویی میکردن، همیشه همه جا بوی بدی میداده، مخصوصا اتاق خود هفنر که گویا خیلی کثیف بوده. و زمانی که هالی مدیسون میشه دوست دختر نامبر 1 هف و میره توی اتاقش با هم زندگی میکنن، اوضاع کثیف‌تر هم میشه، بهداشت پایین‌تر هم میاد، به خاطر اینکه هفنر 2 تا سگ گوگولی و ناز برای هالی میخره که آموزش ندیده بودن و به خاطر همین دستشویشون رو توی اتاق میکردن و خب شرایط بهداشتی اتاق خیلی ناجور بوده و همه جای اتاق ادرار و مدفوع وجود داشته.
قبلا این سوالو بچه‌ها پرسیدم که چرا به این دخترها میگفته بانی خرگوش. حالا بیایم براتون توضیح بدم دلیلش رو. هفنر اعلام کرده که it's a fresh animal, shy, vivacious, jumpy, sexy. در واقع خرگوش یه حیوان ناز خجالتی، سرحال، سرزنده، نمیدونم دلفریب و بازیگوشه که اول میاد بود میکنه، بعد فرار میکنه، بعد دوباره بر میگرده سمتت، تو میتونی باهاش بازی بکنی و به نظر من دخترها شبیه خرگوش‌های بازیگوش رو بامزن. که خب همین توصیف کافیه برای اینکه دیدگاه هفنر رو به خانوم‌ها ببینیم دیگه. اول اینی که کلا شبیه حیوان میبینتشون و اونم حیوان‌هایی که برای سرگرمی آقایونن گویا و میشه باهاشون بازی کرد و کنترلشون کرد. جالبه اینم بدونید که همه این دخترها میمردن برای اینکه هفنر اسمشون رو به عنوان دختر برجسته اون ماه اعلام بکنه و هر کاری که نیاز میدیدن انجام میدادن برای این کار. و حالا دختر برجسته ماه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ بر طبق گفته‌های خود هفنر، دختری که ابداً عمیق نیست، سطحیه، یه دختر جوونه، سالمه که پیچیدگی نداره، زن راحتیه، لباس تنش نیست، با آب و صابون خودش رو شسته و خوشحاله. حالا بریم سراغ یکی از اتفاقات دارک اون عمارت و چالشی که هفنر رو به دادگاه کشوند. الیزابت ان رابرتس، دختری که فقط 16 سال سن داشت و زیر سن قانونی بود و عکس نودش داخل مجله چاپ شد. تو ژانویه سال 58 عکس نود این دختر چاپ شد و خب کلی سر و صدا به پا شد و هفنر به دادگاه کشیده شد، ولی اونی که افتاد تو زندان خود دختره بود نه هفنر. حالا داستان چیه؟ چجوری این اتفاق افتاد؟ گویا این دختر خانم زیر سن قانونی با اجازه مادرش و در دست داشتن یک نوشته امضا شده به همراه خود مادر سر صحنه عکاسی حاضر میشه و البته که سن الیزابت هم دروغ میگه، در واقع سن واقعیش رو گفته شده که پنهان کرده. اما خب به نظر میاد که همه میدونستن این دختر زیر سن قانونیه، چون حتی تایتل مجله توی اون ماه اسکول میت بود که اشاره داشت به این که این دختری که عکسش اینجا هست یک بچه مدرسه‌ایه. و خب دولت شیکاگو با دیدن اون عکس اصلا خوشحال نشد و از هفنر و مادر اون دختر شکایت کرد. و چرا اتفاقی برای هفنر نیفتاد؟ به خاطر اینکه هفنر همیشه حواسش جمع بوده که داره چی کار میکنه و دادگاه نتونست چیزی رو ثابت بکنه. هفنر اعلام کرد که من خبر نداشتم، عنوان شده بود که بالای سن قانونی، خود مادرش آوردتش اونجا بوده، امضا کرده فلان فلان و به خاطر همین هفنر گناهی این وسط نداشته. حالا چرا دختر افتاد زندان؟ برای اینکه قاضی هر چی سوال از این دختر میپرسید راجع به سنش سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت، که من احساس میکنم احتمالاً هفنر با پول خریده بودتش که سکوت کنه. و در انتها این دختر خانم 15 روز محکوم به زندان رفتن شدش. و جالبه که بعد از اینکه حالا بیرون اومد و سنش قانونی شد، بعداً رفت عضو یکی از بانی‌های هفنر شد. البته نه دوست دخترش، اما جزء یکی از دخترایی که براش کار می‌کردن، در واقع کارمندش شدش توی یکی از این کلاب ها. البته که فقط همین یه دختر زیر سن قانونی وجود نداره و در واقع 7 نفر بودن که ماینر بودن، زیر سن قانونی بودن و عکسشون چاپ شده بوده و با هفنر همکاری داشتن. البته تا قبل از سال 67، چون بعد از این سال خیلی قانون این داستان سختگیرانه شد و دیگه ارزشش رو نداشت که بخوان از دخترهای انقدر جوان استفاده کنن. اما حالا نیاز داشتن به یک ایده جدید و اون هم سلبریتی ها بودن که ابتدای ویدیو بهتون گفتم عکس افرادی مثل مدانا رو چاپ کردن توی مجله، عکسای ناجوری که ازشون در دسترس بودش. تیم هفنر میرفتن سراغ سلبریتی هایی که اوضاع مالی خوبی نداشتن و یه جوری قانعشون میکردن که در ازای پول ازشون عکس نود گرفته بشه. سلبریتی هایی مثل وانا وایت که تو ویلا فورچون حضور داشتن. این خانم تو سال 87 روی جلد مجله ظاهر شد، در حالی که هیچ وقت رضایتش رو اعلام نکرده بود برای این کار و در واقع هف با این حرکت حرفش رو نابود کرد. چون که این خانم اون زمان توی یک برنامه‌ای بود که یک برنامه خانوادگی بود و همه به عنوان یه آدم نایس درست حسابی میشناختنش، دوستش داشتن و اینکه خب یهو عکس بدون لباسش رو روی مجله دیدن یه جورایی همه رو شوکه کرد و مردم کنسلش کردن. اما خب چجوری شد که این عکس رو گرفته؟ این خانم سال 82 تنهایی توی لس آنجلس زندگی می‌کرده و در ابتدا مشکل مالی داشته و نمیتونسته اجاره خونه‌ش رو بده.
روش هم نمیشده که از پدرش پول قرض بگیره و توی دو تا چارتای این که چی کار کنم چی کار نکنم این پیشنهاد داده میشه که اگر بدون لباس حاضرشی عکس بگیری ما بهت پول میدیم، اجاره خونت در میاد. و این خانم هم از روی ناچاری قبول میکنه و این عکس رو میگیره. البته که هیچ وقت بهش گفته نشده بوده که قرار این عکس رو روی جلد مجله چاپ بکنیم و احتمالاً پیش خودش فکر کرده حالا طرف داره یه عکس میگیره یه جای کوچولو میخواد ازش استفاده کنه و تمام میشه و میره. هفنر هم از عکس این خانم همون موقعی که گرفته میشه استفاده نمیکنه. زمانی که این خانم این برنامه رو بازی میکنه و مطرح میشه مردم میشناسنش اون موقع است که از این عکس استفاده میکنه. البته که چون ما این خانم دوست بودن بهش زنگ میزنه و میگه که من میخوام این عکس رو چاپ کنم روی مجله و این خانم هم بهش التماس میکنه که این کار رو نکن، حرفه من نابود میشه، ولی هف به حرفش گوش نمیده و عکس رو چاپ میکنه. و خب بعد از این اتفاق دیگه آبرویی برای این خانم نمونده بوده و خیلی نگران بوده که از کار اخراجش بکنن و میره به برنامه تونایت شو و راجع به این موضوع صحبت میکنه. کاملا صادقانه حرف میزنه، حقیقت رو میگه و بعد از همه هم تشکر میکنه که پشتش بودن که اخراجش نکردن از کار و از مردم هم تشکر میکنه که درکش کردن. یکی دیگه از سلبریتی هایی که بی اجازهش عکسش روی مجله چاپ شد مدوناست. مدونا سال 1977 فقط 18 ساله بود و توی یک کلاسی و برای یک درسی سوژه عکاسی میشه و تو سال 85 مدونا تبدیل میشه به یک ستاره و اون وقت اینجاست که این عکس ها به مزایده گذاشته میشه و هیو هفنر هم میره سراغ این مزایده و این عکس ها رو هر جوری که شده میخره و تو سپتامبر سال 85 یعنی سالی که مدونا خیلی رو بورس بود و ترکونده بود و ترند بود اون سال عکساش رو چاپ میکنه توی مجله. حالا باید بریم سراغ کلوب های هفنر و یک خانم محقق فمینیست. Attached to your rear end. You make them look like animals. Yes, women aren't bunnies. They're not rabbits. They're human beings. All right. خانم گلوریا که یک ریپورتر بود و فمینیست تصمیم میگیره که بره یه سر و گوش یاب بده توی این کلوبا ببینه داستان از چه قراره، چون که این خانم نمیتونسته باور بکنه که این کلوبا واقعا انقدر عالی و درجه یکن و حتما یه جای کار میلنگه و تصمیم میگیره که به حالت آندرکاور و مخفیانه بره توی این کلوب یه سرگوشی آب بده. اون زمان پلیبوی به شدت دنبال دخترای بین رنج 21 تا 24 ساله زیبا برای کلوب‌هاش بود. دخترای زیبا که رفتارهای دوستانه‌ای دارن و بانمکن. گلوریا اون موقع 28 سالش بود اما یه مدرک شناسایی جعلی بر خودش جور کرد به اسم مری که 24 سال است و میره برای مصاحبه. از همون ابتدا که وارد میشه گارد صداش میکنه و بهش میگه که هیر بانی 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 و مصاحبه کننده 100 بار بهش میگه که کتتو در بیار که بدنش رو بتونه بهتر ببینه. گلوریا عنوان کرده که توی مصاحبه کلی دخترای جور و جور با بیکینی و کفشای پاشنه بلند بودن که ساعتها باید سر پا وای میستادن تا نوبتشون بشه و عکس پولاروید ازشون گرفته بشه و وقتی گلوریا قبول میشه یک کاستوم بانی خیلی تنگ رو تنش میکنن که بره اونم عکاسی بکنه و عنوان کرده که این کاستوم انقدر تنگ بوده که حتی تنش رو زخم کرده. و یه چیزی که خیلی عجیب بوده برای این خانم گلوریا این بوده که یک پزشکی وجود داشته که ریز به ریز همه جای بدن این دخترها رو معاینه می‌کرده، حتی قسمت‌های خصوصی بدنشون رو معاینه می‌کرده که خیلی چیز عجیبی بوده برای کسی که قراره گارسون بشه و مثلا درینک سرو بکنه. چرا باید همه جای بدنش معاینه بشه مگر اینکه قرار باشه ازش یک کارگر جنسی ساخته بشه؟ و حتی از قسمت بالایی بدنشون عکس‌های ایکس ری هم گرفته می‌شده، توی دستگاه ایکس ری می‌رفتن. اون زمان شایع شده بود که بانی‌های کلوب پلیبوی خیلی پول در میارن و در واقع هفته‌ای 200 تا 300 دلار پول در میارن که خب خیلی پول زیادی بود. مثل این بود که بگیم الان مثلا کسی هفته‌ای 1700 تا مثلا 2600 700 تا در بیاره که پول خیلی زیادی میشه. و خب این خانم هم براش خیلی جالب بود ببینه واقعا میتونه این پول در بیارن یا نه، که متوجه میشه که اینا فقط تبلیغات الکیه و ابدا هیچکس همچین پولی در نمیاره و تازه پول لباس ها و کفش ها و جوراب شلواری و همه چیزشون هم دخترها بعد از جیب خودشون بدن. حقوقی که میگیرن نصفش میره برای مالیات و انعامی هم که دریافت میکنن نصفش میره تو جیب هفنر و در انتها فقط 20% از پولی که در میارن برای خودشون میمونه و برای همین خیلی از بانی‌ها مجبور میشدن
شدن عملا از همدیگه دزدی بکنن، از لاکرهای همدیگه پول بدزدن. و نتیجه گیری آخر گلوریا این بوده که این شغل نه تنها پول خوبی نداره، بلکه مردهای کلاب هم به صورت مداوم برای خانم‌ها ایجاد مزاحمت میکنن و این اجازه رو دارن که مزاحم دخترها بشن. و یه سری حرکت‌های تحقیر کننده هم وجود داشته توی اون کلاب که این دخترها نمیتونستن نرمال مثل آدم بیان نوشیدنی رو بزنن روی میز و باید حتما با یه سری حرکات ژانگولری از پشت نوشیدنی ها رو میذاشتن که هیچ کدومشون خیلی دوست نداشتن که این کارا رو بکنن و احساس میکردن که تحقیر میشن. Okay, now a real high carry. Whoop, there we go. It was horrible. There was nothing fun about it. It's really hard work. You know, you're carrying trays, you have 3-inch high heels on. و از همه بدتر هم کفشای پاشنه بلند بوده که همه دخترها میدونیم که چقدر کفش پاشنه بلند پوشیدن توی ساعتهای طولانی دردناکه و پا رو داغون میکنه. کمترین کاری که میکنه اینه که تاول میزنه پا. و این خانم گلوریا هم به خاطر پوشیدن بیش از اندازه این کفش هاست در ساعتهای طولانی پاش خیلی باد کرده بوده که به دکتر مراجعه میکنه و دکتر بهش میگه که تا زمانی که میخوای این کفشا رو بپوشی و رو پا وایسی همینه، 2-3 سایز بزرگتر کفش رو بپوش که اون ورم پا جا بشه توی کفش. You have 3-inch high heels on. You're paid very little. The trays are heavy. Your feet hurt. و خب در نتیجه این خانم بعد یک ماه خورده ای از اون کلوب میاد بیرون و گزارشش رو مینویسه. As a glamorous place, it was not the glamorous place that Hugh Hefner. ولی در کل هیو هفنر چالش‌های زیادی سر راهش داشته. یکی دیگه از این چالش‌ها دولت بوده که به هر طریقی دنبال این بوده که سر از کار هفنر در بیاره، ببینه چی کار میکنه، چون که شک داشته به این که احتمالاً کار مواد مخدر و اینا انجام بده توی بیزنس و کاسبیش. به خاطر همین به شدت دنبال این بوده که از طریق دستیار هفنر یه جورایی مچ هفنر رو بتونه بگیره و اینجوری میشه که بابی هارنستین دستیار هفنر توی ژانویه سال 75 داخل اتاق یک هتلی مرده پیدا میشه. این خانم با خوردن قرص جون خودش رو گرفته بوده و یه نوتی هم گذاشته بوده که دلیل کارش رو توضیح داده و حسابی هفنر از این قضیه عصبانی میشه. بابی از همه چیز شاکی بوده، از آزار و اذیتی که سر کارش می شده، زندگی بدی که داشته، محیط افتضاح کاری که داشته و عنوان کرده که دیگه نمیتونه این زندگی رو تحمل بکنه. و البته که هفنر معتقد بوده منظور بابی از این نوشتش به پلیس ها و دولته که به صورت مداوم براش ایجاد مزاحمت میکردن، دست از سرش بر نمی داشتن و به خاطر همینم در انتها بابی جون خودش رو میگیره. هر کسی البته یک تئوری داشت. یه سریام این باور رو داشتن که از اونجایی که بابی توی یک تصادفی حضور داشته، پشت فرمون بوده و باعث شده که ماشینش تصادف کنه و نامزدش که کنارش نشسته بوده فوت بکنه، عذاب وجدان داشته و سر همین موضوع جون خودش رو گرفته. البته که این اتفاق سالها قبل افتاده بوده، اما به هر حال این یکی از تئوری ها بوده. یکی دیگه از تئوری ها این بوده که به خاطر اینکه توی وسایلش مواد مخدر پیدا شده و براش حکم زندان بریدن، سر این قضیه جون خودش رو گرفته. اما داستان این مواد مخدر چیه؟ خانم بابی تو سال 1974 عاشق یک مردی به اسم ران میشه که ساقی مواد مخدر بوده و این آقا باید یه سری مواد رو که اسمشو نمیشه گفت، این پودر سفیدا رو باید میرسونه به یک ایالت دیگه‌ای و نیاز به کمک داشته برای این کار که تصمیم میگیره از یه سری از دوستا و رفیقاش توی این کار کمک بگیره و از دوست دخترش بابی که توی این پروسه جابجا کردن این مواد پلیس یه سری از رفقاش رو و بابی رو دستگیر میکنه و جالبه که به همه 10 سال زندان میده، به بابی که عملاً از همه جرمش کمتر بوده 15 سال زندانی میده، به خاطر اینکه یه جورایی مثلا باور داشتن که از اونجایی که بابی برای هیو هفنر کار میکنه، هیو هفنر هم یه جورایی دست داره توی این کار و قصد داشتن که اونو در اصل دستگیرش بکنن، اما هیچ مدرکی نمیتونن پیدا کنن و در انتها حکم سنگین‌تری به این دختر میدن که قبل از این هم که بخواد وارد زندان بشه گویا اصلا جون خودش رو میگیره و گفته شده که FBI بابی رو خبرچین خودش کرده بوده و انقدر که به این دختر فشار وارد کرده بودن گویا اصلا سر همین قضیه هم، حالا اینا گفته هاست معلوم نیست چقدر صحت داره،
در واقع FBI یه جوری مجبورش کرده که یک دستی داشته باشه توی این جابجایی مواد و اینا که یه جوری بتونن هیو هفنر رو گیر بندازن، که در انتها نتونستن این کار رو بکنن. یه جوری همه جا انگار قضیه مثلا پیچیده میشه و دیگه این دختر بابی رو هم نمیتونن نجات بدن و اینجوری میشه که کلی حالا زندان به دختر بیچاره میخوره. و توی تمام این سالها و این زمانهایی که FBI هم فشار می آورده به این بابی، 2 بار اقدام به خودکشی ناموفق داشته که دیگه بار سومش میره تو هتل و دیگه فوت میکنه و 12 ساعت بعد از اینکه فوت میکنه استاف پیداش میکنه. و خب هفنر هم به شدت عصبانی میشه از این اتفاق و یک بیانیه‌ای بیرون میده و در حالی که گریه میکرده و اشک میریخته راجع به این قضیه حرف میزنه. میگه زیر سر دولت، من بچه‌ها ویدیوشو نتونستم پیدا کنم که براتون بذارم، اما عنوان کرده که همه چیز زیر سر دولت. الکی این دختر جوون رو که به شدت زن فعالی بود، آدم باهوشی بود، ارزشمندی بود، از بین بردن و باعث مرگش شدن. و خب کلی حالا حرفای قشنگ راجع به این خانم زد و به دولت چیزی گفت. و این در حالیه که خیلی از گزارشگرها با هفنر موافق بودن و ازش دفاع میکردن، که البته یه مقدارم طبیعیه چون هفنر گویا همه این گزارشگرها و افراد زیادی رو هم با پول میخریده دیگه. اما یه سریا عنوان کردن که هفنر از این قضیه به نفع خودش استفاده کرد، که یعنی من یه مرد مظلوم بیچارم که چون موفقم حالا الان همه دارن بر علیه من میشن، حسودیشون شده و در واقع یه جورایی در خودش رو قایم میکنه و آدمی که نیست بیچاره و بدبخت نشون میده. اما نه تنها هف بیچاره و بدبخت و مظلوم نبود، بلکه یکی از وحشتناکترین کارهایی که هفنر توی زندگیش کرده مهمونی هایی به اسم پیگ نایته. Every Thursday night, Hefner had 2 bring up 5 or 6 girls each in their cars. مهمونی ها اینجوری بوده که این بانی های جوون همه دور میز شام میشستن به همراه مهمون های هفنر که همشون سلبریتی، آدمای سیاستمدار بزرگ، ثروتمند و در واقع مهمونهای VIP بودن. همه با هم دور میز میشستن در حالی که هفنر خودش دورتر بوده و عملکرد دختره رو زیر نظر داشته. شامشون رو میخوردن و بعد مهمونها هر کدوم که از این دخترها رو انتخاب میکردن و دختری که انتخاب میشده فرستاده میشده توی یکی از این دستشویات که توسط پزشک معاینه بشه همه جاش، ببینن سالمه، اوکی، یه مشکلی نداره. و بعد این دختر فرستاده میشده توی یک اتاقی در بغل اون مهمونی که دختر رو درخواست کرده. در واقع این دخترها ترافیک میشدن. It was girls that they would pick up on Sunset Strip. At that time, Sunset Boulevard was a very big institution. و یکی از بانی‌های قدیمی ساندرا تیودور ادعا کرده که بارها هفنر فرستاده بودتش سراغ تهیه مواد و عنوان کرده که انقدر زیاد در دسترس بود که حتی سگا هم دیگه معتاد شده بودن، چون که این پودرها میریخته از روی میز پایین، سگا لیس میزدن و به مرور زمان معتاد شده بودن. Pig night, but we as butlers were always told, do not call them pigs. This was Hefner's term for them. یکی از دستیارهای پیشین هف هم ادعا کرده که هفنر کوهی از آرامبخش و مواد و قرص و هر چیزی که فکرشو بکنید داشته و اینا رو به دختران میداده که خیلی ریلکس بشن، آروم بشن و راحت کاری که ازشون میخواند رو انجام بدن. و از اونجایی که هفنر تیم خیلی بزرگ کلین اپ داشته که گنگکاریاشو مثلا رفع و رجوع کنن، جمع کنن، خیلی خوب میتونسته ساکت نگه داره و صداش در نیاد که کی توی اون عمارت رفت آمد داره، سلبریتی ها کیا بودن، با کدوم دخترها خوابیدن، داستان از چه قراره. و خب هیچ وقت صداش در نیومده بوده تا بعد از مرگش که در واقع کارگرهای جنسی داشته هفنر و این دختر رو ترافیک میکرده. و حالا میرسیم به قسمت یکی مونده به آخر این ویدیو و این سوال بزرگ که اگر انقدر زندگی توی اون عمارت سخت بوده چرا این دخترها بی خیالش نمیشدن؟ چرا نیومدن بیرون به راحتی؟ بارها خودشون هم حتی گفتن تو کتاباشون جای مختلف تو مصاحبه که اگه پامونو کج میذاشتیم هفنر پرتو میکرد از عمارت بیرون. خب چرا خودشون نمیرفتن؟ پس این آپشن رو داشتن که برن. و گویا یکی از دلایل مهمه سکوت کردن این دخترها وجود NDA بوده. در واقع این دخترها همشون یک قراردادی رو امضا کرده بودن که حق نداشتن به هیچ عنوان راجع به اتفاقاتی که اونجا میفته، مهمونی هایی که گرفته میشه، هر چیزی که میبینن حرف بزنن.
هیچ جور حق نداشتن چون که قرارداد رسمی امضا کرده بودن و خب به خاطر همینم نمیتونستن صداش رو در بیارن. و جنیفر بنتلی توی یک مصاحبه‌ای گفته که من مجبور شدم یک NDA خیلی محکم رو امضا کنم که بهم اجازه نمیده اسم هیچ کدوم از افرادی رو که توی امارت سکس داشتن رو بگم. اما سلبریتی های زیادی رو مشغول رابطه توی اون امارت دیدم و خودم هم توی خیلیاشون مشارکت داشتم. به علاوه اینکه یکی دیگه از دلایل بازی‌های روانی بوده که هفنر گویا راه مینداخته. این دخترها بدون اینکه بدونن تحت کنترلش بودن و از اونجایی که همشون هم سنشون کم بوده 18 19 20 21 توی این رنجای سنی بودن وقتی وارد امارت شدن تحت کنترلش قرار می گرفتن و حتی حالی عنوان کرده که دچار سندروم استکهلم بوده و با اینکه میدونسته اونجا زندانیه اما دوست داشته که باشه و نمیتونسته دل بکنه، نمیتونسته جدا بشه. البته که توی پرانتز فکر کنم باید بگیم که نمیتونسته از اون پولا در واقع دل بکنه. Cult-like, looking back on it, is because we were all kind of gaslit and expected to think of Hef as like this really good guy, and you started to feel like, oh, he's not what they say in the media, he's just a nice man. و یکی دیگه از دلایل بسیار مهم این بوده که گویا هفنر از همه این دخترها عکس‌های ناجوری تهیه می‌کرده، هم بدون لباس که حالا هیچی، هم عکس‌هایی که داشتن کارهای عجیب غریب و ناجور می‌کردن، زمانایی که مست بودن، نشه بودن، مواد می‌زدن، حرکت‌های خیلی زشتی می‌کردن که حالا ما نمی‌دونیم چیه، اما عکس‌های خیلی ناجوری از همه این دخترها داشته و با این عکس‌ها یه جورایی تهدیدشون می‌کرده که اگه بخوان پاشونو کج بذارن، برن یا علیرغم میل هفنر کاری انجام بدن، این عکس‌ها رو پخش می‌کنه و آبروشون رو میبره. و یه جورایی وحشت پخش شدن این عکس‌هاشون هم این دخترها داشتن. کریستال آخرین همسرش البته اعلام کرد که بعد از اینکه هفنر فوت کرده گشت همه این عکس‌ها رو پیدا کرده و همشون رو نابود کرده. In a way, brainwashed. You had a rough childhood. You were raped as a child. You were raped as a teenager, and you lost your father. I think it made me feel broken. In a way, I felt sorry for him. That was partly Stockholm syndrome. و حالا سوال بزرگ دیگه اینه که چجوریه که هالی مدیسون به راحتی کتاب نوشت، راجع به خیلی چیزا افشا سازی کرد، مگه NDA امضا نکرده؟ یه سری عنوان کردن که امضا نکرده، اما رادار آنلاین گفتش که چرا هالی مدیسون هم NDA امضا کرده بوده و شکسته در واقع قولی که داده رو زیر پا گذاشته به همین راحتی. و البته کار خوبی کرد چون بعدش دخترای دیگه هم خیلی جرأت پیدا کردن که بیان راجع به این قضیه صحبت بکنن. Heard about their stories. It broke my heart. Because they were so young, so vulnerable. و حالا میرسیم به قسمت آخر ویدیو و یک سوال بزرگ که چرا هفنر این نیاز شدید رو در خودش میدیده که این همه دختر خوشگل و جوون و فلان و دور خودش جمع بکنه و تو آغوش خودش بگیره، که یه جورایی میشه گفت جواب این سوال رو خودش توی مستندش داده. Was the inability to show love in an emotional and physical way. No hugging. No show of any kind of emotion. خیلی ها معتقدن که میتونه دلیلش واقعا همین باشه، وقتی که مادر عشق بی قید و شرط به فرزند نده، نشون نده، خیلی برای اون بچه مشکلات عمیق و ناجوری به وجود میاد. خیلی ها معتقدن که نه، همچین چیزی نیست و هیو هفنر صرفاً یه آدم عوضی لاشیه. همین بوده که داشته از اون قدرتی که پیدا کرده، ثروتی که پیدا کرده، کمال سوء استفاده رو میبرده. Hef wrote a letter old school and he said I would love for you guys to be my girlfriends and to move in with me and film the Girls Next Door show. So when we got the letter we were like of course we're gonna go. الان این مجله در چه وضعیتی داره به سر میبره؟ یه مدتی که کنسل شده بود و کلا دیگه هیچی چاپ نمی‌کردن، اما الان مثلا که به صورت آنلاین دارن کار میکنن و پالیسی جدیدشون هم پالیسی جالبیه، برای اینکه با وجود همه حالا گنگکاریایی که هفنر انجام داده، حالا الان پلی بوی علیه هفنر شده و عنوان کرده که تمام دخترایی که قربانی هفنر بودن، اتفاقاتی که برشون افتاده، بلایی که سرشون اومده، میتونن بیان راجبش صحبت کنن، به ما بگن، برای ما مهم، اهمیت میدیم، جبران میکنیم، هر کاری که از دستمون بر بیاد رو براتون انجام میدیم که راضی بشید، چون که دیگه پلی بوی امروز پلی بوی هفنر نیست و در واقع حالا دارن یک ریبرند میکنن دیگه، ولی همچنان زنده است این مجله. اینم از این ویدیو. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. زندگی هفنر خیلی زندگی عجیب غریبیه و خیلی هم نظرها میدونی متفاوته. یه سریا معتقدن که یک هیولاست، یه سریا معتقدن که بگیم حتما هیولاست. حالا به غیر از اون پیگ نایتش که
اگر که واقعیت داشته باشه خب واقعا خیلی وحشتناکه. اما در کل سبک زندگی که یه جورایی هیچ وقت کار غیرقانونی نکرده عملاً، کار بدی نکرده عملاً، چون که تمام دختراش دوست دخترایی که باهاش بودن همشون بالای سن قانونی بودن، بچه نبودن، همشون میدونستن دارن وارد چه داستانی میشن. اگرم نمیدونستن خب فهمیدن وسط کار میتونستن بیان بیرون از اون قضیه به یه نحوی و تصمیم خودشون بوده که بمونن. برای همینم خیلی ها معتقدن که نه هیولا نیستش، اما خب آدم خوبی هم به هیچ عنوان نیستش و کاشکی که دخترها، این خانم ها دوست دختراش میتونستن تصمیم های عاقلانه تری بگیرن و صرفا به خاطر پول این کارا رو با خودشون نکنن. اما خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم، حتما نظرتون رو برام بنویسین و اگه شخص دیگه‌ای وجود داره که دوست دارید پشت پرده زندگیش رو بدونید، حتما اسمش رو توی قسمت کامنت برام بنویسید. در ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.